مگه دست فروشی زدین اینجا؟ این همه لگن هم تو اتاق ما فقط یه لگن هست، اونم مرامی استفاده میکنیم. خانمیشی تو دارانی شما. وای حتی مولاشون هم جداست. اینا رو هم کتگوری کردی اینجا خوابگاهه، چرا هیچی توش نیست؟ تختاتون میگی اینگاه تا الان یه نبودی یا تختار ندی رفت خدای من، باید پس چطوری زنده بودین و میری سر کلاس؟ واقعا سر